دیگر نگران بازیافت زباله‌های خود و جنس‌های به درد نخور و بنجل خود نباشید. جدیدترین شیوه بازیافت زباله‌ها مشکل و نگرانی شما را حل می‌کند. مجمع تشخیص زباله نظام. اگر در انتخابات رأی نیاوردید، اگر کاندیدای مادام العمر بودید، اگر طی 8 سال مملکت را نابود کردید، می توانید مصلحت نظام را تشخیص دهید و در مجمع تشخیص زباله نظام دوباره صاحب قدرت شوید. رئیسی، قالیباف، احمدی نژاد در مجمع تشخیص مفسده نظام. فقط جای تتلو خالیه ها. نگران سن خود نباشید. از امینی 92 ساله، جنتی 91 ساله، موحدی کرمانی 86 ساله، صانعی 83 ساله تا شاهرودی عراقی 70 ساله در مجمع تشخیص زباله نظام بازیافت می‌شوند. هر چیز که خار آید روزی به کار آید. مجمع تشخیص زباله نظام، مجمع تشخیص مفسده نظام، نیمکت ذخیره نظام، سمساری مسئولین نظام.